یکی بود یکی نبود، غیر خدای مهربون توی آسمون خدا هیچ کس نبود. روزی از روزها که خورشید خانم مشغول تابیدن به گلهای رنگارنگ و زیبا بود، زنبوری در میان گلها میچرخید و بازی میکرد و به گلهای مهربون سلام میکرد. گلها هم با شادی به زنبور کوچولو سلام میکردن. اما یک روزی که زنبور کوچولو مشغول بازی بود، متوجه چیزی عجیب شد. کمی ترسید و خواست فرار کنه. اما زنبور کوچولوی قصه ما اهل فرار و ترس نبود. وقتی به اون چیز عجیب رسید، با صدای بلند شروع به خندیدن کرد و گفت چقدر ترسیدم، فکر نمی کردم این اطراف زندگی کنی. هنوز حرف زنبور کوچولو تموم نشده. یکی با صدای بلند شروع به گریه کرد. نه، خنده تو به خاطر چیز دیگه ایه. تو هم میخوای کرم‌ها رو مسخره کنی. زنبور کوچولو از حرف گرم تعجب کرد. گفت این چه حرفیه میزنی؟ من اصلا قصد مسخره کردن تو رو نداشتم. خنده من فقط به خاطر ترسیدن خودمه. من و تو میتونیم دوستان خوبی برای هم باشیم. در همین موقع حشره‌های دیگه‌ای از راه رسیدن. شروع کردن به مسخره کردن که سوس گفت نگاه کنید، این همون حشره‌ایه که دست و پا نداره، رو زمین میخزه. کفش دوزک گفت بله، اون هیچ وقت نمیتونه پرواز کنه. مرچه پرنده گفت او تا آخر عمرش پرواز نمیکنه و نمیدونه دنیا چجور جاییه. زنبور کوچولو سعی کرد به حشره‌های دیگه بفهمونه مسخره کردن دیگران کار درستی نیست. کن کوچولو شروع کرد به گریه کردن. کن گفت من اینجا رو خیلی دوست دارم، نمیتونم اینجا رو ترک کنم. او همچنان گریه کرد. زنبور کوچولو سعی کرد دوست خودش رو آروم و گفت نه، تو اشتباه میکنی، همه حشره‌ها بدجنس نیستن. ولی انگار کرم کوچولوی قصه ما نمیخواست حرف زنبور کوچولو رو قبول کنه. تو راه خودو پیش گرفت، از تنه درختی بالا رفت. پس از خداحافظی کرم و زنبور کوچولو، بهار سال آینده پروانه‌ای کوچک و زیبا به سراغ زنبور کوچولو رفت و گفت آهای زنبور کوچولو، آهای زنبور کوچولو. زنبور کوچولو سری برگردوند و بدید پروانه‌ای زیبا دنبال او و گفت تو منو از کجا میشناسی؟ پروانه با خنده گفت فکر نمی کردم دوست قدیمیت را به این زودی فراموش کردی. من همان کن کوچولویی هستم که حشره‌ها مسخرم کردن. حالا می توانم پرواز کنم و تبدیل به پروانه شدم. پروانه با خوشحالی گفت تو بهترین دوست من هستی، چون موقعی که همه مرا مسخره کردن تو نخواستی مثل دیگران منو مسخره کنی. حالا من و تو میتوانیم دوستان خوبی برای هم باشیم. زنبور کوچولو با شادی لبخند زد و از پروانه تشکر کرد. او در این آرزو که ای کاش کسایی در اون روزها که را مسخره کرده بودن پروانه را میدیدن. آره بچه‌های عزیزم، مسخره کردن کار بدیه. ما هیچ وقت نباید کسی رو مسخره کنیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.